دانشمندان قاره افریقا را قاره غم و غصه ها میگویند. این سرزمین همیشه در روبروی مشکلات زیست محیطی و اجتماعی قرار دارد، اما امروزه آموزش‌ها و آمارهای رسمی که سازمان‌های عمومی بشری بررسی نمودند شاهد اخبار غم‌انگیز است، زیرا که در این کشورها پیش از همه دختران و زنان با قضیه‌های سنگین مواجه می‌باشند. چنانکه که سازمان یونیسف بررسی نموده است بیشتر زوراوری‌های جنسی و تجاوز علیه زنان و دختران نابالغ در کشورهای افریقایی صورت می‌گیرند. مثلا طبق تحلیل‌های کارشناسان سازمان حقوق انسانی سازمان ملل متحد در زد و خوردهای داخلی که در کشورهای لیبیا، افیوپیا، سومالی، ماوریتانیا، تانزانیا، نیجریه، تونس، الجزایر، جمهوری عربی مصر، سودان جنوبی و شمالی بعد از سال 2010 تا سال 2018 اتفاق افتاده است، صدها هزار زنان و دختران و مادران سن و سال گوناگون در شرایط سنگین ناامنی و بی‌ثباتی مهاجر و پناهجو و دربدر گردیده گرسنگی و تنهایی آنها را از حقوق و آزادی‌های فردی و جمعیتی محروم کرده، بخشی از آنها به هلاکت رسیده و بخش زیادشان خود را به طریق بحر میان زمین با عنوان مهاجر و پناهجوی غیر قانونی به جزیره های یونان و خاک اروپا رسانیدند. حالا 60-70% دختران در کشورهای افریقایی تحصیل ابتدایی را به پایان نبرده از مکتب و مدارس رها می شوند، زیرا فقر و بینوایی جامعه های افریقایی را اذیت داده ایستاده است. از سوی دیگر خشونت و زد و خوردهای قومی و قبیلوی سبب مهاجرت هزاران زنان و دختران شده است. کم روزهایی هستند که این زنان مورد اذیت و خشونت قرار نگیرند و حتی در 2 ماه اول سال 2018 نیز بیش از 100 نفر دختران نابالغ از جانب گروه‌های تروریستی و دهشت افکن در شمال نیجریه ربوده شدند.